سلام امروانی عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت و عافیت هستید. در این شومی زیبا و گوارا میخوایم یک داستانی بسیار زیبا رو برای شما عزیزان نقل کنم. میگن سالهای پیش یک مسجد بسیار زیبا میسازند و آن مسجد در حال انتها بود، یعنی کارهای کمی آن مانده بودند که مسجد رو به استفاده دهند و یک روز پیرزنی به آن نزد آن مسجد میگذرد و به مسجد نگاه میکند و میگوید که گنبد این مسجد کج است و کارمندانی که اونجا کار میکردن به حال این پیرزن میخندند و مهندس آگاه میشود که پیرزن این گنبد را ایراد گرفته است. در سفارش میدهد که یک تختی دراز گرفته آورد. کارمندان در تختی دراز رو گرفته میارند و مهندس میگوید که در تی گنبد مانید. وقتی که در تی گنبد میمونند، مهندس به پیرزن نگاه میکنه، میگه تو نگاه کن. کارمندان اون تخته را در تی گنبد سخت میکنند و چند مراتب است فغان میبردارند که سختتر و ناگهان مهندس به پیرزن میگوید که چطور؟ میگه این کن. گنبد مسجد درست شد، میگوید و به کار خود میرود. وقتی که پیرزن میرود، کارمندان از مهندس میپرسند، میگن که آخر این چی سر داشت؟ و خب یک گپی کوچکی این پیرزن شما اینقدر ما رو اذیت دادید، اینقدر ما زحمت کشیدیم، چون هیچ کاری نکرد. مهندس میگوید بله، وقتی که ما یک کار کوچک را انجام میدهیم و یک گمان نادرست را از بین میبریم، بهتر از آن است که این پیرزن میرفت و به بسیاریان نقل میکرد که گنبد مسجد کم است، ما او رو دیگر اصلاح کردن نمیتونستیم. یعنی ما به این کارمان گمان آن زن را از اندیشه و تفکرش دور کردیم. عزیزان، همه وقت تلاش کنه گمان و اندیشه های خرابی که دیگران نسبت شما و فعالیت شما دارن با کارهای کوچک هم باشد، آن را نست و تازه و پاک نگاه دارد. یعنی گمانهای نادرست نسبت شخص و کار او، یک گمان کوچک میتواند کارهای بزرگی یک انسان را زیر سوال برد. اگر داستان به شما پسند افتاده باشد، کامنت و لایک خود را فراموش نکنید. با مرکز خرد بمانید تا